نماز نمیخوانیم. چرا جوان؟ چرا نمیخوانی؟ مگر خدا چی بی‌وفایی به تو کرده؟ چی جفا کرده؟ چی برایت نداره؟ چی کم داری؟ اون نفسی که میکشی مال کیست؟ اون دکانی که داری مال کیست؟ اون آیفونی که به دست داری مال کیست؟ اون جوانی و قوتی که داری مال کیست؟ برای چه سجدهش نمی کنی؟ حق نداره که سجده بکنی. از زیر آسمان الله کجا میری فرار؟ چی بی‌وفایی کرده؟ چی چیز خاصی برایت نداده؟ اگر تو چیزی خاصی که برات نداده، بر رب کعبه قسم اگر او را میداد نابود میشدی. تو چیزی را خاصی که در خیر تو نبوده.